در این ویدیو میخوایم که درباره یوتیوب صحبت کنیم، درباره اینکه چگونه میتونیم از یوتیوب درآمد داشته باشیم. آیا واقعا میشه از یوتیوب درآمد داشت؟ یوتیوب یکی از پردرآمدترین پلتفرم ها در بین شبکات اجتماعیه، اما دلیل این که خیلی‌ها نمیتونن از یوتیوب درآمد داشته باشن و این در یوتیوب ادامه بدن، خسته میشن و وسط را رها میکنن، اینه که یوتیوب یک پروسه چند ماه تا یک ساله است. یعنی شما نمیتونید در همون ماه‌های اول به درآمد برسید، باید این پروسه طی بشه و شما رشد کنید و زمانی که رشد کنید به درآمد برسید واقعا ارزشش رو داره. ارزش تمام زحماتی که کشیدین، تمام وقتی گذاشتین رو واقعا میتونید از یوتیوب در بیارید و میتونید حتی به یک شغل، به یک چشم شغل اول نگاه کنید و درآمد بسیار عالی داره. اما اینکه بعضیا به دنبال ایده میگردن و نمیدونن چی ایده ای رو در یوتیوب انتخاب کنن و چی موضوعی رو، بهترین ایده برای شما همون ایده‌ایه که بهش علاقه دارین، همون موضوعیه که بهش مهارت دارین. برای شما اگر خوبم نباشه همون ایده بهترینه. برای چی؟ دلیلش اینه که شما به هر ایده‌ای رو که بهش مهارت و یا علاقه داشته باشین باعث میشه که خسته نشید، مستمر ادامه بدید، چون موضوعی مورد علاقتونه. اگر یک موضوعی رو انتخاب کنید که بهش علاقه نداشته باشین، ممکنه که بعد یک مدت اون رو به طور کامل بذارید کنار و ادامه ندید. اما اگر موضوعی مورد علاقتون باشه و این باعث میشه که اون رو به این مستمر و هر روز با شور و ذوق بیشتر درباره اون موضوع پست بذارین و ادامه بدین. و اینکه خیلی‌ها چون اولش نمیتونن ویدیوهای با کیفیت ضبط کنن، میاد در یوتیوب میبینه خیلی ویدیوهای مثلا با نورپردازی، میکروفون و با امکانات بیشتر ویدیو ضبط کنه، همین باعث میشه که بعضی شروع نکنه، چون میگه من امکانات رو ندارم، که در حالی که یک باور کاملا غلطیه. اونهایی که از صفر شروع کردن با یک موبایلی که امروز ما تو دست داریم، از همین موبایل هم بدتر و یک موبایل قدیمی تر شروع کردن که دوربین چنانی هم نداشتن. در مراحل اول شما قرار نیست امکانات خوب داشته باشین، دوربین خوب داشته باشین و گوشی خوب داشته باشین. همین که میتونید یک ویدیو رو با دوربین گوشیتون ضبط کنید و یا یک ویدیو رو ادیت بزنید، همین کافیه. شما در طول مسیر هم تجربه کسب میکنید، هم مهارتتون میره بالا و هم یاد میگیرید چگونه هر دفعه ویدیوی خوبتر، قوی‌تر بسازید. پس حتما در یوتیوب مهمترین مرحله شروعه که باید شروع کنیم. وقتی شروع کردید ایده و انگیزه به خرج بدید و موضوعاتی هم مورد علاقتون باشه که خسته نشید. حتما هفته یک بار دو بار پست بذارید و در گروه هایی که در تلگرامی، گروه هایی که هستن، حتما برید متقابلا همدیگه رو حمایت کنین. چند ماه یا حتی یک سال طول میکشه، اما و واقعا ارزش تمام وقت گذاشتن های شما رو داره، چون به هر حال ما وقت میذاریم در شبکات اجتماعی، چی درآمد داشته باشیم چی نداشته باشیم، چی سودی برام داشته باشه، یک چیزی، یک موضوعی شده امروز که ما حتما در شبکات اجتماعی وقتمون رو میذاریم. اما وقتمون رو میذاریم باید به یک هدفی باشه، به یک هدف درآمد باشه، به یک هدفی باشه که آینده هم داشته باشید.